اون سالی که من آتلیه داشتم میخواستم از اونجا بیام سطح شهر. تو دیر شد. برو خوشگلم برو. من تو اون گالری باهاش آشنا شدم بیشتر. احساس میکردم که ما یه جوری همسو و هم اندیشه هستیم. این شد که با هم کانکت شدیم. یه 4-5 سال هستش که تو رشت با هم کار میکنیم. شدیم اولین زنای نجار ایران که داریم کار میکنیم بیرون. این شغل خیلی مردونه است. از صبح اونجاییم تا ساعت 11 شب 4 تا آدم میاد اونجا اذیت میکنه، حرف میخوریم. کار مثلا خانمانه تر نبوده. خانواده من خانواده مذهبی تقریبا بودن. بعد که حالا یه شغل مثل نجاری یه جورایی خب باورپذیریش برای خانواده خب سخت بود. ما اولی که اومده بودیم اینجا صادقانش هیچ مشتری نداشتیم. یه جور میگفتن شما خانم انگار ما جزام داریم. امروز یکی اومد از اتاق اصناف، شما اگر که جواز نداشته باشید ما تا آخر همین هفته پلان پیش میکنیم. من هی سعی میکنم باش خوب صحبت کنم، هی بهش میگم که آقا چشم، یه زن میخواد تو این اجتماع کار بکنه، نه اینجا نرو، اون کارو نکن، تو این کارو نمیتونی بکنی. دیگه چه جوری میتونن به 4 تا آدم ضربه بزنن؟ دولت یه جور، اداره ها یه جور و مردمشن یه جور. بعضی از دوستانم مثلا میپرسن که هنوز مثلا جواز رو نگرفتین، مثلا میگیریم. قربونت برم، حق گرفتنیه، دادنی نیستش که.